خانواده‌اش او را به خاطر ارث بردن یک خانه قدیمی مسخره می‌کردند، اما بعداً پشیمان شدند. جک فردی بسیار فروتن و بسیار عاشق پدربزرگش بود، در حالی که بقیه اعضای خانواده توجه زیادی به پدربزرگ نداشتند و فقط به ارث خود علاقه داشتند. پدربزرگ جک مرد بسیار ثروتمندی بود، بنابراین وقتی او درگذشت والدین، خواهر و برادرش مشتاق دریافت ارث خود بودند. والدین جک هر کدام $1,000,000، برادرش یک خانه تعطیلات $500,000 و خواهرش 2 ماشین خانوادگی لوکس دریافت کردند. و وقتی نوبت جک رسید، کلبه ماهیگیری قدیمی پدربزرگش را به ارث برد. وقتی این را دیدند، تمام خانواده‌اش خندیدند و او را مسخره کردند. کلبه پیرمرد ماهیگیر تقریباً هیچ ارزشی نداشت و چون مکانی متروکه بود، ارزش سرمایه‌گذاری نداشت. یک روز وقتی جک برای تمیز کردن کلبه رفت، هیچ چیز ارزشمندی پیدا نکرد. داخل فقط وسایل ماهیگیری و املاک قدیمی وجود داشت. با این حال، پس از بررسی دقیق‌تر خانه، جک متوجه نکته شگفت‌انگیزی شد. داخل آن خانه زیر یک فرش، یک در کوچک وجود داشت، چیزی شبیه یک راهروی مخفی به زیرزمین. جک که از روی کنجکاوی به پایین رفت و تصمیم گرفت ببیند آنجا چه خبر است و از آنچه دید بسیار شگفت زده شد و باعث تعجب خانواده‌اش شد که برای دیدن قسمت دوم این ماجرا دانستنی نانو رو حتما فالو کنید.